The suspected gunman at the White House Correspondents' Dinner. فردی گمانبر به تیراندازی در زیافتی سالانه خبرنگارانی کاخی سفید به سویقست به ҷони президент دونالد ترامپ متهم شده است. کوول تاماس آلن 31 ساله که پروندهش در دادگاه فدرالی واشنگتن بررسی می شود، احتمال با اتهام نگهداری غیرقانونی سلاح آتشفشان نیز ایبدار شود. جنین پیررو دادستان حوزه کلمبیا گفت که تحقیقات ادامه دارد و شاید عیب‌های دیگر نیز علاوه شوند. او گفت هدف اصلی گمانبر کشتن پرزیدنت ایالات متحده آمریکا و منصبداران دیگری بلندپایه بوده است. آلن ساکین کالیفرنیا در پیام به نزدیکانش پیش از حادثه نوشته است که منصبداران مأموریت ترامپ را هدف قرار خواهد داد. او تا حال به این اتهامات علیهش اعلان شده پاسخ نداده است. نوارهای ویدیویی در اینترنت نشر شده نشان می‌دهند که گمانبر در دهلیز بیرون از تالار مهمانخانه واشنگتن هیلتون می‌دود. در دست او سلاح دیده می‌شود. مقامات آمریکا گفتند که یک افسر خدمات مخصوص در این هنگام به سوی آلن تیر خالی کرده است. تیر به اون نرسیده است ولی او به زمین افتاده است. در این میان یک افسر خدمات مخصوص زخمی شده است ولی معلوم نیست که تیر از جانب کی به او پرانده شده است. خبری ورود فردی سلاحدار به مهمانخانه باعث شد که مقامداران بلندپایه زیر میز پنهان شدند و فوراً نیروهای ویژه آنها را از تالار بیرون کرد. کارولین لیویت سخنگوی کاخی سفید گفت که این دومین سوءقصد به جان پرزیدنت در 2 سال اخیر است. لحظه حادثه در کنار ترامپ، نایب پرزیدنت جی دی وینس، رئیس مجلس نمایندگان مایک جانسون، وزیر کارهای خارجی ایالات متحده آمریکا مارک روبیو، وزیر مالیه اسکات بیسنت و وزیر مدافع پیت هگست نیز حضور داشتند. آلن در مهمانخانه واشنگتن هیلتون که ضیافت در آنجا برگزار میشد از پیش حجره گرفته بوده است. او با قطار از کالیفرنیا به واشنگتن آمده بود. مقامات میگویند آلن که در داخل مهمانخانه بازداشت شد با خود یک تپانچه، یک ملتق شکاری و چند کارت داشت.